سلام، من زهره شهیدپور هستم. به کانال من خوش آمدید. میخوام 11 حقیقت شگفت‌انگیز در مورد بدن انسان رو که کمتر کسی ازش باخبر براتون توضیح بدم. 1. 70% دی ان ای انسان و حلزون یکسانه. شاید صحبت از شباهت حلزون انسان براتون خنده‌دار باشه، اما در واقع نقاط اشتراک انسان‌ها و حلزون‌ها بیشتر از اون چیزی که در نگاه اول به نظر میرسه. 70% دی ان ای ما با دی ان ای حلزون‌ها یکسانه. همه حیوانات درست مثل گیاهان ابتدا نیای مشترکی داشتن. 50% دی ان ای انسان و موز یکسانه. بنابراین نیمی از انسان مانند موز و همچنین 40% از ما مانند خیار است. تمامی موجودات زنده کره زمین به نوعی با یکدیگر خویشاوند هستند. 2. بعضی از ما یک دنده اضافی داریم. از هر 200 نفر یک نفر با یک دنده اضافی متولد میشه. متخصصان علوم پزشکی به آن دنده گردنی میگن. این دنده در بالای ترقوه قرار میگیره و تقریبا هرگز مشکلی برای فرد ایجاد نمیکنه. 3. دستگاه‌های آبربانک به اندازه توالت‌های عمومی آلودن. دستگاه آبربانک به یکی از بخش‌های جدایی ناپذیر زندگی ما تبدیل شده، اما چند نفر از ما بلافاصله بعد از استفاده از اون دستامون رو ضدعفونی می‌کنیم. آزمایشگاه میکروب شناسی دانشمندان بریتانیایی نشون داده دستگاه آبربانک به کثیفی توالت‌های عمومی هستش. دانشمندان با نمونه برداری از کلیدهای دستگاه آبربانک پی بردن باکتری‌های مضری روش وجود داره که برای سلامت انسان خطرناکه. ناخن‌های دست سریعتر از ناخن‌های پا رشد می‌کنن. ناخن‌های دست سریعتر رشد می‌کنن چون بیشتر از ناخن‌های پا در معرض مداوم نور خورشیدن. همچنین ناخن‌های دست مسلطتان سریعتر از دست غیر مسلطتان رشد می‌کنه و همیشه بلندترین ناخن متعلق به انگشت وسطه. به علاوه انگشت هرچه بزرگتر باشه ناخناش بلندتره. با این حال هنوز علت این مسئله مشخص نیست. 5. بوتاکس چهره رو بی‌احساس میکنه. با تزریق بوتاکس عضلات صورت فلج شده و در نتیجه چین و چروک‌های پوست از بین میره. با این حال دانشمندان اخیر پی بردن تزریق بوتاکس باعث میشه بتونی احساسات رو در چهره بروز بدی. حالتهای صورت وضعیت عاطفی رو نشون میده. به همین دلیل احساسات کسانی که به دلیل تزریق بوتاکس نمیتونن حسشون رو در چهره خودشون بروز بدن به اندازه کسانی که از بوتاکس استفاده نکردن پررنگ و مشهود نیست. 6. اغلب حمله های قلبی در اولین روز هفته اتفاق میفته. خطر بروز حمله قلبی در اولین روز هفته در مردان 20% و در زنان 15% افزایش پیدا کرده. احتمالاً دلیل این مسئله اضطراب ناشی از لزوم برگشت به کاره. با این حال دانشمندان میگن مصرف مشروبات الکلی در تعطیلات آخر هفته هم میتونه دلایل بروز حمله قلبی باشه. 7. 1,000,000 پشه میتونه از خون یک انسان تغذیه کنه. در بدن انسان به اندازه تغذیه 1.2 تا 1.8 میلیون پشه خون وجود داره. تعداد پشه ها به قد و وزن قربانی و میزان گرسنگی پشه ها بستگی داره. هر پشه با هر نیش حدود 0.03 میلی لیتر خون میخوره. بنابراین ارتش از این موجودات خونخوار کوچک لازمه تا همه خون یک انسان تمام بشه. البته چنین اتفاقی بعید است. 8. هرچه ضریب هوشی بالاتری داشته باشی خوابهای جالبتری میبینی. به گفته دانشمندان کسایی که هوش بالاتری دارن خوابهای واقعا جالبتری میبینن که خوشرنگ و لعابتر و طولانی‌تر از خواب کسایی است که ضریب هوشی پایینتری دارن. اما اگر خوابهایتان را به خاطر نمیآورید از خودتان ناامید نشید. اغلب مردم خوابهایشان را به یاد نمیآورند چون هر خواب به طور متوسط تنها چند ثانیه طول میکشه. 9. بعد از یک وعده غذایی پروپیمان از قدرت شنواییمون کم میشه. بعضی مردم بعد از خوردن یک وعده غذایی کامل گوشهایشون به اصطلاح زنگ میزنه. بسیاری از نوشیدنی ها و خوراکی ها میتونه روی سطح مایعات درون گوش داخلی تاثیر بذاره و ایجاد صدا کنه. افراط در مصرف مواد غذایی شیرین و پرنمک و همینطور کافئین میتونه منجر به تضعیف موقت شنوایی و حتی سرگیجه بشه. 10. بچه‌ها در بهار سریعتر رشد میکنن. بچه‌ها در مقاطع زمانی مختلف سرعت رشد متفاوتی دارن. عدم رشد مقطعی کودک میتونه دچار جهش ناگهانی بشه. ممکنه یک کودک تنها ظرف چند هفته تا 4 اینچ حدود 10 سانتی متر قد بکشه. با این حال بچه‌ها در بهار سریعتر از بقیه فصل‌ها رشد میکنن. اعتقاد بر اینه که این رشد سریعتر مربوط به فعالیت بیشتر خورشیده. 11.
قرنیه انسان و کوسه شباهت زیادی با هم دارن. قرنیه چشم کوسه ها شبیه قرنیه چشم انسان هاست. به همین دلیل اگه فناوری لازم تولید بشه احتمالاً روزی میتونن قرنیه کوسه را به انسان پیوند بزنن. ممنون میشم منو با لایک کردن، سابسکرایب کردن و کامنت گذاشتن حمایت کنید.